تا حالا شده نیمه شب وقتی همه خوابن جلو آینه وایسی، اگر بهت نگم فقط کافیه 3 بار اسم یک زن رو صدا بزنی تا بفهمی آینه ها چیزی بیشتر از بازتاب خودشونن. امشب میخوام یکی از خطرناکترین افسانه های تاریخ رو براتون تعریف کنم. افسانه ای که قرنها قبل مردم رو دیوانه کرده بود. افسانه بلادی مری. سلام و درود. حسام هستم از کانال بیگ لور هست. خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی جدید دیگه. بچه‌ها قراره امشب از افسانه‌ای صحبت کنیم و بررسیش کنیم که خیلی 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 مردم آمریکا رو به خودش درگیر کرده و بیش از اندازه ترسناکه. بچه‌ها امشب قراره این چالش و این احضار رو انجام بدیم. این افسانه درباره زنیه که قراره ما احضارش کنیم. افسانه بلادی مری. نمیدونم شنیدین یا نه، ولی من خودم واقعا ذهنمو درگیر کرده و باید امشب انجامش بدم. حتما تا آخر ویدیو من همراهم باش و تو این چالشی که من برای خودم در نظر گرفتم تا هم سعیم باش. امشب قراره وارد دنیایی بشیم که مردم آمریکا رو مشغول خودش کرده، از مدرسه ها گرفته تا خونه های قدیمی و غیره. حتی بعضیا میگن مری خونین یه افسانه نیست، بلکه اون واقعیه و زنیه که داخل آینه ها زندانی شده و آینه ها زندان اون شدن. قبل از اینکه به احضار برسیم بچه‌ها و این چالش انجام بدیم، راجع به این بلادی مری بیشتر بهتون توضیح میدم و به گفته کارشناسا که میگن ما مشکوکیم که بلادی مری یک افسانه نباشه و یک انسان باشه، یک زنی که واقعا طلسم شده و نفرین شده و روح اون دنبال انتقامه. 3 نفر مظنون اصلی این افسانه: اولی مری اول انگلستان، یعنی ملکه انگلستان. دومی الیزابت باسوری و سومی مری ورس، جادوگر آمریکایی. بچه‌ها من خلاصه ای از این 3 فرد رو براتون زندگیشون رو تعریف میکنم تا بریم سراغ چالشمون برسیم و در ادامه باقی تحقیقاتی که انجام دادم رو با هم مرور کنیم. بچه‌ها به نظر شما من تمام جزئیات این 3 نفر رو، چیزی که مهم بوده رو نوشتم، اون رو به شما تعریف میکنم و به نظر شما تو کامنت ها بگین کدوم یکی از اینا ممکنه مری خونین باشه یا همون بلادی مری. بچه‌ها مری اول انگلستان اولین فردیه که مظنون به بلادی مری، به کسی که نفرین شده و روح اون دنبال انتقامه. اون صدها نفر از مردم انگلستان رو به خاطر تغییر دینشون کشت و با آتش کشید. بچه‌ها ظلمی که به مردم انگلستان کرده خیلی بد بوده و اونا رو زنده با آتش میکشیده و بعضیاشون رو اعدام میکرده و میکشته. بعد از این قتل عام‌ها مردم بهش میگفتن مری خونین. به خاطر این قتل ها و جنایت هایی که انجام میداده اسمش و لقبش به بلادی مری تغییر کرده. بچه‌ها این ملکه کلاً 5 سال بیشتر حکومت نکرده، ولی تو این 5 سال انقدر جرم و جنایت انجام داده که حد نداره. اما سالها بعد از مرگ اون خبری بین مردم انگلستان پخش شد که مری خونین برگشته و دنبال انتقامه. اون تو آینه‌های و قراره انتقام سختی از ما بگیره. بچه‌ها مردم انگلستان بعد از این همه جنایتی که مری خونین انجام داد، اونو به قتل رسوندن و فرزندای اونو یکی یکی با آتش کشیدن و به گفته بعضی از محلی‌ها اون اگر داخل آینه‌ها احضار کنی با نفرت ظاهر میشه و جون تو رو میگیره. اما نفر دومی که به مری خونین بودن مشکوکه الیزابت باسوری. فردی بوده واقعا خوناشام. من واقعا میگم خوناشام بوده. حتی تو افسانه ها میگن اینو اسمش گذاشتن خوناشام. به خاطر اینکه خودش جوون بمونه و زیبا بمونه، صدها دختر جوون رو و زیبا رو میکشته و با خون اونها حمام میکرده. بعد خودتون تصور کنین روح چنین زنی اگر تو آینه ها زندانی شده باشه چه چیزایی ازش برمیاد. و نفر سوم مری ورس، جادوگر آمریکایی. بچه‌ها به نظر خودم به مری خونین بیشتر میخوره و چون جادوگر بوده و نفرین کرده تا لحظه آخر عمرش، نفرین کرده که من تا آخر زندگیتون توی آینه ها هستم و انتقام خودم رو ازتون میگیرم. داستانش از این قراره که اون یه جادوگر آمریکایی بوده و اون زمان مردم آمریکا
جادوگرایی که پیدا میکردن و میکشتن و به فرض فجیحی این جادوگرا به قتل میرسونن و میکشن. در لحظه آخر عمرش میگه که من تو آینه ها برمیگردم و انتقام خودم رو ازتون میگیرم. حالا به نظر شما کدوم یکی از این 3 نفر میتونه ولادیمیر باشه یا همون مری خونین؟ حالا بچه‌ها واقعا مری خونین چجوری احضار میشه؟ بریم با هم یک چالش خفن انجام بدیم تا ببینیم آیا واقعا این میاد یا نه. بچه‌ها برای احضار مری خونین یا همون ولادیمیر چند تا کاره که من بهتون میگم باید انجام بدم و این چالش رو شروع کنم. اول که باید یک اتاق تاریک باشه، خیلی تاریک، و جلوی آینه باید بایستم و یک شمع روشن کنم توی فضای تاریک و فقط نور همون شمع باشه. بین 3 بار تا 13 بار باید بگم ولادیمیر. هم من به انگلیسیشو صدا میزنم هم به فارسی که میشه مری خونین. ببینیم آیا اتفاق میفته یا نه. بریم با همین احضار رو شروع کنیم و این چالش رو من باید انجام بدم. مری خونین، مری خونین، مری خونین، مری خونین، مری خونین، مری خونین، مری خونین. ولادیمیر، 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 ولادیمیر. بچه ها یه چیزی از پشت من رد شد. یعنی واقعا اومدش. ولی بچه ها ببینن این شمع خیلی عجیب داره میسوزه، خیلی عجیب. زنم نورش کم شده اما عجیب. ولادیمیر، 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 ولادیمیر. یک صدایی میاد بچه ها. از تو این کمان انگار یک صدایی اومد. من رفتم احضار انجام دادم و دوباره اومدم اینجا دارم ویدیو رو پر میکنم. یکم دیگه چیزایی مونده دربارش باید بهتون بگم. همین الان داخل خونه یه حس سنگینی دارم و ترسناکه. کلا اتفاقی که افتاد واقعا برای من ترسناکه.
بچه‌ها گزارش‌هایی توی آمریکا و کشورهای دیگه ثبت شده که بچه‌ها و آدم‌های بزرگ این ولادیمیر رو احضار کردن. اولیش این بوده که یک دختر 13 ساله به خاطر کنجکاوی میره جلو آینه و 3 بار اسم ولادیمیر رو میگه و متاسفانه کشته میشه. از نظر دولت میگن که اون فقط یک مرگ ناگهانی بوده و خون به مغزش نرسیده و کشته شده، ولی خواهر اون دختر میگه که اون بازی ولادیمیری رو انجام داده و ولادیمیری اومده و جون اونو گرفته. دومین اتفاق و دومین گزارش در سال 2003 تو مدرسه اتفاق افتاد، مدرسه دخترانه‌ای که بچه‌های اون از سرویس بهداشتی زدن بیرون و داد می‌زدن تو آینه ها ما چیزی دیدیم و ولادیمیر اومد. از سر کنجکاوی چند تا بچه میرن داخل سرویس بهداشتی‌های مدرسه‌شون و نام ولادیمیری رو میارن. اون ولادیمیری میاد و هیچ اتفاقی برای کسی نیفتاده، ولی به شدت این بچه‌ها ترسیدن و نمیدونم دیگه بعدش چه اتفاقی افتاده. یک گزارش دیگه هم ثبت شده بود که من خیلی این برام جالب بود و متاسفانه جون اون فرد از دست رفته بود. یک بچه‌ای برام داره برای بازی جلو آینه اسم ولادیمیری رو صدا میزنه، ولی خودش آسیبی نمیبینه بلکه پدر اون آسیبی میبینه و کشته میشه. جلو آینه میره و میگن که یک دفعه قلبش میگیره و ایست قلبی میکنه و جونش رو از دست میده. این برای سال 2008 بوده. متاسفانه اتفاق افتاده. خدا رو شکر برای من که هنوز اتفاق نیفتاده و امیدوارم که اتفاقی نیفته. حالا بچه‌ها فیلمایی که درباره ولادیمیر ساختن براتون میگم، بریم ببینید. اولیش فیلم ولادیمیر، کلا بزنید سرچ کنید ولادیمیر میاد. سال 2005 ساخته شده و خیلی فیلم خفنیه. یک قسمتاشو با هم ببینیم. Bloody Mary, come on. Bloody Mary. اگر جلو آینه اسم این ولادیمیری بگی احتمال داره زندگی تو از دست بدی. Bloody Mary, come on. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Bloody Mary. Bloody. خب اینو دیدیم بچه‌ها. و فیلم دوم، حالا سریال فیلم نیست، همون سریال سوپرنچرال فصل 1 قسمت 5. خیلی خفنه، خیلی خفنه، حتما بریم ببینید. این هم یه قسمتاشو با هم میبینیم و کندیمن یا کندیمن، الان نمیدونم درستش چیه، ولی همین الهام گرفته از افسانه آینه های. اینم خیلی قشنگه، یک مقداری در مورد ولادیمیری و به صورت مثلا غیر مستقیم، ولی موضوعش همینه. و فیلم دیگه دمیرور، اینم حتما بریم ببینید. اینم در مورد ولادیمیریه. حالا بعد از شنیدن اینها و چالشی که من انجام دادم، جرأتش داری نصف شب توی تاریکی بری جلو آینه و بگی ولادیمیری، یا شایدم روح ولادیمیری همین حالا همینجا باشه.